سلام، من برگشتم با قسمت سوم سفرم. بالاخره تونستم این ویدیو رو ادیت کنم و آپلودش کنم. یه موضوعی که میخواستم دربارش حرف بزنم تو این شهری که ما بودیم، هانالولو، اینه که هر جایی که میرفتیم صدای گنجشک میومد. انقدر آرام بخش بود. یعنی خودش یه پاساژاشون سربسته نیست، صدای گنجشک میومد. یا وقتی میرفتیم رستوران بیرونش میشستیم، همون پریو یا روی تراس رستوران، صدای جیک جیکشون میومد همینطوری و این موضوع خیلی برام جالب شده بود. برای همین گفتم یه چند تا از تیکای ویدیو رو بذارم و شما هم بشنوی و لذتش رو ببرین. این مغازم یکی از معروفترین مغازهای این شهر هستش که بهترین بیسکویت ها رو میفروشه. منم اومدم چند تا بیسکویت انتخاب کردم که سوغاتی برای دوستان ببرم. یکی از دوستان به من گفتش که این کافی شاپ خیلی پاپولر هستش، لاینش هم نشون میده که کافی های خوبی داره. برای همین من منتظرم که ببینم کافیش خوبه یا نه.
ما همه جا رو پیاده میرفتیم، بیشتر به خاطر اینکه توی مرکز خریدش بودیم. بعد بیشتر تونستم ویدیو بگیرم از همه جا که نشونتون بدم. این هم یه بازارچه توی هاوایی که خیلی اینجا میان خرید میکنن. چشمی هم دارن تازه. الان اومدیم داریم میشام بیرون. اینجا تا ساعت 10-11 همه جا بازه، خانواده ها میان بیرون با بچه هاشون. اینجا هم که میبینیم ما داریم دنبال رستوران رو میگردیم با پای پیاده. رستورانمون تقریبا یه 10 دقیقه از اونجایی که هتلمون بود فاصله داشت، ولی به خاطر اینکه نقشه رو مثل که اشتباهی زده بودیم یه 20-30 دقیقه طول کشید، ولی خوب بود. راه Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't. I should be the last to know. We're all in this. I stand alone.
وقتی که مسافرت میرم جایی که گربه هامو میذارم ازشون فیلم میگیرن و واسه میفرستن. من که خیلی دلم براشون تنگ میشه. حالا بریم ببینیم دارن چی کار میکنن. مرسی که تا اینجا همراهم بودین دوستای گلم. حالا ویدیو بعدیمو سعی میکنم تون ادیتشون کنم براتون بذارم. تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون.